فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سال بعدی بیننده الهام از ایران سوالشون اینه که ما به دلایلی به شهر دیگه سفر کردیم، از شهر خودشون به شهر دیگه سفر کردن و در آنجا ماندگار هستیم، ولی معلوم نیست که تا کی اینجا باشیم، 1 سال، کمتر یا بیشتر از 1 سال. می‌خواستم بدانیم که ما الان جزء مسافر هستیم یا نه، یعنی باید چجوری نماز بخونیم. در مورد مسافتی که انسان وقتی که این مسافت برود و احکامی به اون تعلق میگیرد چندین مورد هستند، اهم از قصر کردن نماز یا جمع کردن نماز یا جواز در واقع عدم وجوب روزه برای مسافر. این احکامی تعلق میگیرد برای مسافر و این در صورتی هست که یک انسانی از شهر خودش حدود 80 کیلومتر در واقع خارج بشود و از منطقه خودش خارج بشود، این در واقع به عنوان مسافر شمرده می شود و این احکام به این تعلق می گیرند. اما در مورد این که یک شخصی از منطقه خودش و شهر خودش به مسافرت رفته منطقه دیگری در یک شهری در حال سکونت هست، چند روز اگر سکونت بکند مقیم حساب می شود، در این زمینه در میان فقها اختلاف نظر و دیدگاه وجود دارد. جمهور فقها نظرشون این هست که در صورتی که شخصی که به سفر رفته اگر در یک جای اهم از این که در بیابانی باشد، در صحرایی باشد یا در شهر و روستایی باشد، نیت اقامت 4 روز یا بیشتر از 4 روز را داشته باشد. 4 روز یا بیشتر از 4 روز را داشته باشد، در این صورت مقیم هست و در این صورت هم نمازش باید کامل خونده بشه و هم سر وقت باید خونده بشه. یعنی قصر و جمع برای چنین فردی در واقع مجاز نیست در صورتی که 4 روز یا بیشتر از 4 روز در واقع مانده باشد. و دلیل این حکمی که صادر شده این از عمل رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت است. زمانی که ایشون در حجة الوداع تشریف بردن به مکه مکرمه، در واقع در مکه ایشون مسافر بودن، 4 روز کامل ایشون در مکه مکرمه موندند. یعنی یک شنبه در واقع ماه ذوالحجه و 4 ذوالحجه ایشون رسیدن در مکه مکرمه روز یک شنبه، تا 5 شنبه ایشون در مکه سکونت کردن. در این 4 روز رسول الله صلی الله علیه و سلم نمازشون رو قصر و جمع می‌کردن و 5 شنبه تشریف بردن به منی. این مدت اقامت 4 روز با نماز قصر و جمع از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت است. نظریات دیگری در این زمینه وجود داره که 2 هفته باشه، اونا فقط یک قیاسی هست و دلیل شرعی محکمی که ملزم باشه و قانع کننده باشه نیست. منتها این 4 روزی که من عرض کردم این از عمل رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت هست که حداقل ایشون 4 روز رو در یک جا سکونت کردند و نیتشون هم نیت اقامه بوده و در این 4 روز ایشون نماز رو قصر می‌خوندن. این در صورتی هست که یک انسان یک جایی رفته نیت اقامت کرده، یعنی در یک شهری میرود حداقلش 4 روز نیت اقامت کرده. اما اگر شخصی به سفر برود و در یک شهری رفته، یک کار اداری دارد، یک کار تجاری دارد، برای خریدی رفته، برای هر کار دیگری رفته، برای زیارت و بازدید رفته، نمیداند که تا چند روز اونجا میماند، احتمال دارد که امروز، فردا، پس فردا از این شهر خارج بشود و هنوز بالفرض یعنی بلیطی رو نگرفته و تاریخ خروجش و حرکتش دقیقاً مشخص نیست. در این صورت هر چند که بماند در اون شهر بازم مسافر است. 1 هفته بماند، 2 هفته بماند، 1 ماه، 2 ماه بماند، اما نیتش اینه که من فردا میرم، فردا میرود به پرواز، فرض کنید به پرواز نمیرسد یا بلیطی رو نمیتونه تهیه بکند یا کار دیگری پیش میاد، به هر صورت غیر ارادی در اونجا بیشتر از اون مدتی که دلش میخواد میمونه. در این صورت در تمام این ایام چنین شخصی حالت مسافر حالت مسافر هست و هم خلاف این کسی که سوال کرده گفته که خونه هم گرفتیم. بله، اون کسی که در یک جای خانه گرفته، یک جای رفته برای مسافرت یا برای سکونت رفته، در اونجا منزلی رو اجاره کرده یا در واقع جایی رو برای سکونت داره و مطمئن است که فعلا چند روزی در اینجا هست، یا فرض کنیم برای دانشجویی هست، برای تحصیل رفته در یک جایی، حداقل برای یک مدت، حداقلش اینه که قبل از اینکه تعطیلات آخر هفته برسد در 1 هفته در اونجا ساکن است. این افراد حکمشون حکم مقیم هست و در اونجا اجازه ندارند که نماز رو قصر بخونند، مگر در صورتی که رفته باشند برای یک کاری
ولو اینکه در اونجا خونه دارن، مثلا قبلا در اونجا خونه گرفته بوده و وطن اصلیش نیست، فقط در اونجا اجاره نشین هست، رفته برای یک کاری و یک سری دیگه رفته منطقه خودش، دوباره برگشته به محل کارش. این سری که اومده نیتش فقط این است که 2-3 روزی بیشتر نمونه، در این صورت مسافره. اما در صورتی که رفته باشه در اون شهر سکونت کرده باشه، منزل گرفته و محل کارش اونجا هست و مطمئن است که بیشتر از 4 روز در این شهر میمونه، در این صورت حکمش حکم مقیم است.